سلام به همگی، خوش اومدین به یه گفتگوی دیگه تو کانال انرژی مثبت. هممون گاهی به یه نقطه‌ای میرسیم که حس میکنیم دیگه همه چیز داره از دست میره. درسته؟ آره دقیقاً. یه پروژه کاری که خراب میشه، یه رابطه‌ای که تموم میشه، یا شاید هم یه حس کلیه، نمیدونم، سردرگمی. دقیقاً. منابع امروزمون که از یه راهنما به اسم برخاستن از خاکستر الهام گرفته شده، دقیقاً میخواد به همین نگاه کنه. یعنی وقتی حس میکنیم دنیا رو سرمون خراب شده، واقعاً چیکار باید بکنیم؟ خب سوال همینه دیگه، چطوری میشه از این لحظه های سخت نه فقط رد شد، بلکه شاید حتی قوی‌تر هم شد؟ میخوایم ببینیم این راهنما چه راهکارایی میده. خب اولین قدمی که روش خیلی تاکید داره شاید یکم عجیب به نظر بیاد اولش. چی هست؟ پذیرش این که آره گاهی اوضاع خراب میشه و ما خب کنترل همه چی رو نداریم. درسته. ولی ببین، این پذیرش اصلا به معنی تسلیم شدن نیستا. نه اصلاً. یعنی به جای جنگیدن الکی با شرایط، انرژیمون رو بذاریم برای فهمیدن وضعیت و خب قدم بعدی. چی؟ آره، این پذیرشه انگار زمین رو آماده میکنه برای اینکه دوباره یه چیزی بسازیم. خب حالا که پذیرفتیم نکته بعدی واقعا جالبه. میگه وقتی حس میکنی همه چی به هم ریخته، تمرکزتو بذار روی چیزایی که میتونی کنترل کنی. هر چقدر کوچیک. هر چقدر کوچیک. آره، مثلا نمیدونم مرتب کردن میز کارت، جواب دادن به یه ایمیل، یه کار خیلی خیلی کوچیک. از خودت بپرس چه قدم کوچیکی همین الان میتونم بردارم که بهم یه ذره حسن قدرت بده. این عالیه، چون کمک میکنه اون حس عاملیت، اون حس این که من هنوز میتونم یه کاری بکنم برگرده. میدونی؟ آره، دقیقاً. تو شرایط سخت آدم حس میکنه کلا ناتوان شده. این کارهای کوچیک قابل مدیریت اون حس ناتوانی رو کم میکنه. انگار به مغزت میگی ببین هنوز یه چیزایی دست منه. خب پذیرفتیم، رو کارهای کوچیکم تمرکز کردیم. قدم بعدی چیه؟ میگه تنها نمون. کمک بخواه. آره، از دوست، خانواده، مشاور، هر کی که میتونه کمکت کنه. خیلی مهمه. گاهی فقط لازمه یکی حرفاتو گوش بده. و نکته جالبش اینه که این راهنما کمک خواستن رو نشانه ضعف نمیبینه. اصلاً نه، واقعاً. برعکس، میگه این یه استراتژی هوشمندانه است برای اینکه از بحران عبور کنی. یعنی تو اونقدر قوی هستی که بفهمی تنهایی نمیتونی و کمک بگیری. یه جورایی نشون میده به خودت آگاهی داری. میدونی کی دیگه باید دستتو دراز کنی. دقیقاً. آسیب پذیری اینجا خودش یه نوع قدرته. و میرسیم به نکته آخر که خیلی روش تاکید شده. درس گرفتن. خب این همه اتفاق افتاد، این فروپاشی، این شکست، حالا چی؟ میگه هر بحرانی، هر شکستی یه درسی توش داره. یه فرصتی برای رشد. یعنی به جای اینکه فقط قصه بخوری، بگردی ببینی خب من از این ماجرا چی یاد گرفتم، در مورد خودم چی فهمیدم. آره. وقتی از اشتباهات یاد میگیریم، هر بحرانی واقعا میتونه یه پله باشه برای بالاتر رفتن. انگار داری شکست رو باز تعریف میکنی. به جای نقطه پایان میشه یه نقطه عطف. همینطوره. یه جورایی شبیه همون ایده کتاب مانع همان مسیر است که میگه چطوری از دل سختی ها میشه راه پیدا کرد و قوی تر شد. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، پیام اصلی اینه که وقتی حس میکنی همه چی خراب شده، لزوماً آخر خط نیست. نه اصلاً، میتونه یه شروع جدید باشه. یه فرصت برای تغییر، برای بازنگری، برای ساختن یه ورژن قوی تر از خودت. یه فرصت برای اینکه ببینی واقعاً چی برات مهمه. دقیقاً. این راهنما هم یه جورایی نقشه راه اولیه رو میده برای همین بازسازی. و حالا یه سوال نهایی برای تو که داری این گفتگو رو میشنوی تا یکم با خودت بهش فکر کنی. این لحظه‌های سخت، این بحران‌ها چطوری میتونن نگاه تو رو به زندگی، به اولویت‌هات تغییر بدن؟ فراتر از این که فقط ازش رد بشی، این تجربه چه نقطه قوت جدیدی رو در تو بیدار کرد که قبلا ازش خبر نداشتی؟ سوال خوبیه برای فکر کردن. امیدوارم این گفتگو براتون مفید بوده باشه و یکم انرژی مثبت بهتون داده باشه. اگه دوست داشتین حتما ویدیو رو لایک کنین، نظرتون رو برامون بنویسید و کانال ما رو سابسکرایب کنید تا گفتگوهای بعدی رو از دست ندید. ممنون که با ما بودید.